یه ویدیو تیپس بچه ها اومدیم با یه ویدیو جای صبح تنها من خودم تنهایی میخوام یه ویدیو بگیرم که ویدیوش از این قراره که من یه گردونه ای دارم. خب یه گردونه دارم، گردونه رو میچرخونم و میگه من میچرخونم. الان ما بذار بگم چی داریم. غذا نکن نمیشین غذانی هرچی ستا. خب غذا، فست فود، خوراکی. خب شروع کنیم. غذا خوبه، فست فود هم خوبه. فست فود اینجا دیدیم. بریم یه کاری کرده باجی، فیلم نگرفته. گفت الان برم یه دقیقه برم چی کنم یادم رفت. نکن هیچ نکن. درست فست فود. بریم شروع کنیم دیگه. ببخشید فیلم نگرفتم، فیلم گرفتم نشد. خب بریم خیال باشه اونجا نکنم درستش میکنم یا آبود بس ساندویچ فلافل. خاطری که خودم میشم مثلا میگه من گوشت نمیخورم واقعا گوشت نمیخورم. مثلا فلافل میخورم، برنج پیش میارم. شویتری هست دوسته ببخشید بچه‌ها، من مایکرافت فقط خیلی طولانی بود، من دیگه نگرفتم دیگه. گفتم بهتون بگم تمام. ای بابا میکروفونم بس نکرده بودی. اینک تو جیبم گذاشتم. خب یه لحظه خاموش بود بچه. امروز موهام کوتاه کردم آجی، رفتم آرایشگاه که شب الان ساعت 9 شب. راست قد شد از دوباره. من میکروفون یقه یاد. خب بچه بریم که شروع کنیم. ایزی تمام بریم. ایزی تمام بریم. ایزی تمام. زی بریم میرسیم. بریم ساندویچی که باید بودم به شدن اکن ما یه غذای بخورم. خب من خوب من همه تو میدونی که من گوشت نمیخورم. خب میخوام یه چی بخورم که برای خودم خوشمزه باشه، برای من خوب باشه. اینطوری بهتون بگم. ببین چی داره این بگیم مدلش بخوره. بچه بیاین واقعا اینجا نکنید.
بیاین 4 فصل 4 فصل بیاین سر 4 فصل گل فروشی بعد از هم 2 راه داره، یه راه از این ور داره، یک راه از اون ور. خب شما از این ور بیاین هیچ فرقی نداره با هم. اونجا گل و گیاه می‌فروشن، اینجا رستوران دیگه. اینجا میتونم بیام گل نگاه کنم بفروشم، اینجا میفروشم گل و گیاه رو. خیلی چه خفنیه. ادیتور دوربین رو پشت کن نشونی بچه ها. آجی اقا پوچن که آمده میشه پاشد بابا ما یه چی میخواستیم؟ برنج میخواستیم. چند دیگه خواست برنج؟ ای خدا چیه برنج بابا؟ 1000 دیلت نه واقعا بیا برنج اینطوری بود، بخاطر برنج آماده نبود. تو هم نزدشه بابا، تو رو قرآن برشیم تو هم نزد. اوکی بدارم بسرم مرسی اومد. به این چی خوشمزه سازی. آها اصلا این در بذارم دور باشه، دور همه میفتم. خب بریم شروع کنیم. سبزی حاجی بیایم انصافا بیایم اصلا بگو ترجمه کردم. ترجمه سیر بخورم میخواستم اما اشکال نداره. ترجمه خوبه سیرمش هم خوبه. آره سیرش هم تون نیست، تون ده بس میدی نه تون نیست. اگه اینقدر تند نه عالیه. نه پس بود میشه مثل الان بازار میشه پس بود و بودن غذا خوردم الان تمام میپس دارم یا دیده خیلی من نگاه میکنم هر کن داره شدید دیگه مثلا کارم نگیدم غذا رو دادم بریم خونه. باشه ترکیدم الان برم ببینم در اتاقات درست شده. بچه‌م ویدیو میذارم براتون، در اتاقم ویدیو میذارم براتون. اوکی آماده شده تمام. الان میخوام وقتی که تمام شد در و اینا میخوام همه
بریم که یعنی خستم بریم که درست کردن در رو نگاه کنیم. این اتاق بچه در رو که زدیم اولی شد و بچه حالا من تیکه رو این تیکه قرار LDF شه همش بخارش و بچه ها همیشه چی بذارم این داشته تمام میشه. خب بچه ها همیشه چی میگم خودم نمیم یادم انداختیم. آفرین بچه ها لایک و سابسکرایب